سلام و ادب. چه قسم که شما در جریان هستی بنسټ فهیمه رحمانی معمول سعی میکنه که در کشور در هر جایی که باشه دخترها زنای که شوهر نداشته باشه طفلا را حمایت میکنه. به خاطر تنها هدف یگانه این است که چه قسم میتونم با بشر دوستی همکاری کنم، یعنی بشر دوستی با وارد بندیش است. معمول است که در افغانستان در سوسایتی افغانستان به دخترها به زنها هیچ کار نشده و می طبقه مشکلات مختلف اینجا به سرش فشارها زیاد است. یگان مثال به بدیها داده میشه، یگان به تعلیم دسترسی نداره و همین چیزا زیاد است. امروز با ولایت لوگر آمدم. این یک صنف است تقریبا به حدودات 90 شاگردا همه که دختر است. استاد محترم برش تدریس میکنه ولی این ولنتایر کار میکنه، یعنی غیر از که پیسه بگیره امتیاز بگیره هیچ چیز نه. ان شاء الله ما امید دارم که از طرف بنسټ فهیمه رحمانی خیریه بنسټ برش یک معاش معین هم تعیین کنم. با ضمن هذا برش از این فرصت میکنم که به چی ضرورت داره. سلام استاد محترم، خوب هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بینندگان شما. دیگه همینجا ما مدرسه رو آغاز کردیم. 90 نفر شاگرد داریم، کلگیشان دخترها هستن که میان همینجا قرآن شریف میخوانن. دیگه کتابا رو تدریس میکنیم، مثلا حدیث، فقه، دیگه نماز کامل، فیزیک، کیمیای چیزا رو تدریس میکنیم. دیگه هم شاگرد هستن اینجا میان به درس خواندن. تشکر استاد محترم. امی شاگردان دمی هوا خیلی زیاد سرد است. به چی ضرورت داره، یعنی تو چیزی که بعد از این امی شما تا هنوز ولنتایر درس میدادی، یعنی پیسه نمیگرفتی، یعنی بر شما یک معاش تعیین شو بعد از این به می طفلا چی ضرورت است که می دخترای ما که در می حالات خیلی از یا خود از ولایت دور است، دیگه می قریه، یعنی تو قریه است که اینجا دسترسی به تعلیم و خیلی زیاد سخت است. کدام چیزا ضرورت داره که باش خریداری شه و به نظرت؟ خب دخترها که میاین یک چند نفرشان یتیم هم هستن در اینجا میاین بر درس خواندن. بعضشان بود ندارن، خیلی به وضع خراب میاین، برف هم میباره، باران، هوا سرد است، جمپر ندارن. دیگه یگان کتابای تدریس که میکنیم کتاب ندارن، قرآن شریف از این چیزا. دیگه باز خوب است دخترها دیگه همینجا میاین بر درس خواندن. خب تشکر. می طفلا می شاگردای ما مریم پدر خود دست داده. خب تو بیا مریم جان. حکومت فعلی. خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ شما به چی ضرورت دارید؟ یعنی برای ما ببین به چی ضرورت دارید؟ به چی ضرورت دارید؟ مریم جان به چی ضرورت دارید؟ خب بیننده های معزز، انشالله ما سعی میکنم که به می طفلا انشالله در روزای نزدیک برش یا جامپر یا بوتا یا کالا یا کتابچه و قلم ها انشالله برش خریداری کنم. تنها یگانه هدف ما امی است، ارماد ما و دل ما می است که ما با می دخترها افغانی که برش هیچ خدمت نشده برش خدمت کنم. برش از چی که در توان ما باشه، چی که در می جوانی توانایی خود دارم انشالله که دی همکاری میکنم. انشالله استاد محترم شما تشکر، زنده باشید. و ما خود سعی میکنم که امی خواهرای من تقریبا به حدود 90 یعنی 90 دختر در یک سوسایتی در یک جای تدریس خیلی زیاد جالب است یا سخت است. شما یک وقت کارم تو فری کرد انشالله ما سعی میکنم که برش دیگه یک امتیاز از طرف بنسټ فهیمه رحمانی بر جور کنم و بر شما بسپارم. شما یک جهان سپاس، تشکر که وقت دادی و انشالله ما بعضی که شما تماس میگیریم که بعدی چیزا که بر شما رسیده حتما می به خودت پیش میایم. تشکر، زنده باش. تشکر، زنده باش. خدا حافظ.